از اینکه هر چیزی رو شروع کنیم باید بهتون بگم مثل سگ از گیم‌های این شکلی میترسم. پس برو بریم سراغش. نیو شیفت. قضیه گیمش اینجوریه که ما توی سردخونه کار میکنیم و الان باید اتاقمون بریم بیرون و بریم سر کار. اینم سردخونه‌ایه که توش کار میکنیم. برو بریم. جنازه ها رو باید این چرا چراغش از همین الان روشنه؟ خب اوکی بذارید بریم تو. صدا اومد به خدا. آقا بذار برسم. حاجی از همین الان صدا داره میاد. به ما میایم اینجا این سردخونه که هستیم، جنازه ها رو باید کپسول بیاریم بیرون، بذاریم رو میز، یه سری کارا روشون انجام بدیم، دهنشون رو ببندیم، خون بدنشون خالی کنیم، اینا ببریم بذاریم سر جاشون. خیلی خوب در رو وا میکنیم. حاجی اینجا از همین الان همه چیش سر جاشه. اوکی جنازه ها اینجان تو این اتاقن که دارید میبینید. بازی کردنش خیلی ترسناک‌تر از دیدنشه. این دره چیه؟ در پشتی داره. اوکی یه اتفاقی بیفته میتونیم اینجا فرار کنیم. جنازه ها تو این کپسولان مثلا تو این هیچی نیست. اینا که روشون اسم داره توش جنازه است. کلی علی. همین کلی علی رو ما میکشیم بیرون. اوه کلی علی حاجی چه سیس خسته ای داره. خب اینو ما میایم اینجا برمی‌داریم. میبریم کلی علی رو میذاریم توش. بدو سریع همه جنازه ها رو باید جمع جور کنیم بزنیم اینجا بیرون. کلی علی رو برمی‌داریم. حاجی احساس میکنم خیلی قراره. حاجی احساس میکنم من قراره بخ میکنم سر این گیم. خب اولین کاری که میکنیم باید بریم زخماشو شناسایی کنیم. کلیپ بوردمون رو برمی‌داریم اینجا. وای فکر کردم یکی حرف زد. گو نخور دیگه. تلفن داره میزنه. تلفن داره زنگ میخوره. الو چه خبره؟ Hello? اوکی ولش. بریم سراغ ادامه کارمون. ما زخما رو اینجا شناسایی کنیم. مثلا اینو مینویسیم اینجا. مثلا می‌بینیم اینورش زخم داره. پشتش نداشت. خب بعدی اون ور. سریع حاجی فست باید کارو انجام بدیم. زخم نداره اینجا. اینجا رو دستش زخم نداره که چیش نبوده. چرا مرده اصلا؟ اینجا اینورش زخم داره. ای وای در وا شد. یه صدایی اومد. به قرآن صدا اومد. کسی هم اینجا نیست. اوکی ما به کارمون میرسیم. سریع فست. اون ورش هم زخم نداشت. اینجا روتیت کن. اینجا زخم داره. خیلی خوب زخماش تموم شد. حالا این زخما رو میبریم اینجا تو کامپیوتر آپلود میکنیم. مینویسیم اسمش اینه کلی علی H68. سرش از اینا داشت. لفت شولدر هیچی نبوده. رایت شولدر بلمیشز. لفت لگ بلمیشز دوباره. لفت آرم هیچی نداشت. رایت آرم هیچی نداشت. لفت لگ هم هیچی نداشت. سابمیت. حالا این چیزی که اینجا پرینت میگه رو وای حاجی یکی داره میاد. صدا پا دارم. چیزی که اینجا پرینت میگیره رو باید ورداریم ببریم تو سالن بذاریم سر جای بقیه پرینت ها. وای چراغ اینجا خاموشه. چراغ اینجا خاموش نبود قبلا. وای تو روحت ریدم. میبریم میذاریمش اینجا کنار بقیه پرینت ها و دوباره برمیگردیم اون تو. این صدا چیه؟ وای بر پدرت لعنت. اول باید چه گویی میخوردیم؟ اول باید از اینا برداریم و از اینا دهنشو با هم بدوزیم و خیلی چیز جالبی نیست. اینو میبریم بالا ول میکنیم میخ میکنیم توی بدو. خب جون مادره ببند دهنشو ببند. اوکی برای بعدی وردار دیگه. از اینا باید ورداریم. آی کپ. اینجا باید یه دونه از اینا بذاریم تو چشاش و چشاشو ببندیم. خیلی خوب اینم انجام شد. خون بدنشو باید تخلیه کنیم. وای بر پدر بیناموست لعنت. کیه پشت در؟ فکر کنی من میترسم از زده بوم. اول تو این دستگاهی که اینجاست ما باید یه ذره خرت و پرت بریزیم مثل این آب لیمویی که اینجاه. خب اینو میریزیم اینجا. چیزا داره دیگه کو اونایی که باید بریزیم کو. کمدست. اوکی یه دونه اینا باید بریزیم. اینا حاجی چیه؟ یا ابوالفضل اصلا دلم نمیخواد با اینا فعلا برم. بدو. یه دونه از اینا هم باید بریزیم فکر کنم. هر پدرت لعنت. یه دونه از اینا هم باید بریزیم. وای بابا چقدر سر صدا میکنه. صدا از اینجا میاد. صدا از اینجاه. چرا مثل
وای حاجی. همسایه بالاییان چیزی نیست. بالاخره بچه کوچیک دارن میدوه، اتفاقی نمیفته. خب خیلی خوب. بازم باید یه چیزی بریزیم اینجا. وایسا از ایناست. متانول. وای. خب چرا درش بسته نمیشه حاجی؟ اوکی یه دونه اینا هم باید بریزیم اینجا. ای وای چرا من دارم این کارو میکنم؟ خیلی خوب در این بسته شد. اینو برداریم. اینجا باید یه ذره سرمون رو بچرخونیم اونور. 3 2 1. جونه بچت. گردن اینو باید وا کنی اینجا این شکلی. قیچی ها رو بکنین تو، پی وی سی رو بکنین تو و اینکه اینو دکمه‌شو بزنی که خونش رو تخلیه کنه. 3 2 1. قرآن دارم صدا میشنم. ای وای در باز نبود. اون در باز نبود اونجا. وای نه. وای من چجوری پشتم بکنم به اون در الان؟ بدو اینا رو بردار ببند. تمام. بدو صدای چیه؟ اون کیه؟ ای وای پا بری سمتش فکر کنم. وای حاجی چرا دارم این گیمو بازی میکنم؟ چه مشکلی با خودم دارم؟ درو ببند. خفه نمیشد حاجی. یه دونه اینا با برداریم. ای وای در باشه. چون مادرت به اون در ور نرو حاجی. شاید بعد اینا برداریم. ای وای ببین هر چیزی که این دختره تو هر چیزی که ما داریم میبینیم توهمات این دختر است که تو کرکتر ماه، چون دختره مریض روانیه و همه اینا. مریض روانی منم. این اینجا چی کار میکنه دوباره؟ ما الان باید خونه تو شکم اینو خالی کنیم. اصلا قرار نیست کار جالبی باشه. فکر نمی کنم خیلی خوشش بیاد. اینو باید اینجوری بکنیم تو شکمش. آخ این فکر نمی کنم خوشحال باشه از این قضیه. بکن تو شکمش. بدو حاجی. اینو ما باید سریع انجام بدیم. این الان میاد منو میخوره میبره. There we go. اوف. تیکه اینم خورد. Mix cleaners in bathroom closet to create فلان tank cleaner then pour it into. اوکی باید بریم اینجا. یا خدا وای اینو باید اینجا وردارم بندازم این تو. الان تنک کلینر دارم. آره بدو برگردیم سر جامون. باید اینو تمیز کنیم. چرا یوز نمیشه؟ آن درشو بردار. خب ای وای صدا نده میشنوه. خیلی خوب تقریبا همه کارا رو انجام دادیم. دستمال الان باید سر صورتشو خیلی سریع‌تر تمیز کنیم. برش گردونیم همون قبرستونی که بود. بدو جون بچت. ای وای نه من دارم تمیز میکنم. من دارم میستابم. من کلفت این سردخونم. تمیز کن. حالا کی میخواد اینو ببره اون ته؟ وای یاجی. خب بدو چشامو میبندم. برو بریم. جنازه خود اذیتم کنی جنازتو میسوزونم. خیلی خوب الان دیگه جنازت هم نمیتونم بسوزونم. درم میبندیم. نفر دوم اسمش اریک رنجه. اریک چه رنجی؟ بیا بیرون اریک بهت میخوره قراره کونمونو پاره کنی. اریک اصلا بهش نمیخوره قراره ساده بگیره این قضیه رو. خیلی خوب هیچی نیست. اول از همه باید زخماتو شناسایی کنیم. سک و سالمی. به چه اریک سالمی. جون مادرت بو میدی اریک. ای وای یه چیزی دیدم. وای این چه مرگشه؟ چرا اینجوری میکنه؟
صدا نکن، سر صدا نکن، گو نخور، خفه شو، خفه شو. خب دستت زخم داره، همه زخماشو نوشتی. بدو همه رو بریزیم رو سیستم. آها این نفر دومه. اریک رنج اسمش، سنش 36، کلش هیچی نداشت، لفت شولدر رشز داشت، رایت شولدر هیچی نداشت، لفت لگ رش دوباره داشت، رایت آرم از اینا داشت. تمام. ای وای ای وای ای وای. اوکی ما اینو برداشتیم. بودو بریم تو سالن. در چرا بازه؟ نکن دیگه. باید الان این در رد شم من. اسکل فکر کردی میترسم من تو دارم گو خوردم. وای این چی بود؟ وای حاجی من نمیتونم بازی کنم.